الو نقو حالشما خوبه خلاصین نقو پپه میگم صندوق کیلو پارو جنسه آره نوردین خانزاده‌شون اینجاست سریال نوخه اجازه بده آقا اجازه بده نشستی اینجا برای خودت داره کیلو جنس بیدی خجالت هم نمیکشی برو بگو گندتون نده مموری بیاد ای بارک الله چقدر زیبا صحبت کردی های خانزاده شما خودت با ما مقایسه کردی که هیچی من رو گرفتی تو این کردی که هیچی مردی سلمانه با 550 کیلو وزن آوردی که هیچی. آقا نورگل ایشون داره رسما به من توهین میکنه من خواهش میکنم یک ریش سفید بیاد پدرمینی بکنه احمد پورمخبر رو بگید بیاد به نظر من داری میری حداقل نه تو با خودت نبر بذار چراغای این خونه روشن بمونه. اینا چیه؟ اینا چراغه چی؟ به ترشیدی؟ نه محمود شهریاری پشت داره در واکن بیاد تو افتاد به نحوه خداوند جان آفرین یک روز امیر مهدی ژوله میخوره به لوله. واقعا الان وقت جوک گفتنه. الان امباپه با جت شخصیش رفته اونجا داره حال میکنه و ما دنبال جوکی